دونالد ترامپ نخستین پرزیدنت سابق امریکاست که با ضدش پرونده جنایتی کشودند. روز 3 مارس سال 2023 هیئت حکمان دادگاه منطقه منهتن شهر نیویورک از افتتاح پرونده با ضد ترامپ پشتیبانی کرد. دفتر دادستان حوزه منهتن الوین برگ که ماه ینور هیئت حکمان را برای به جوابگری جنایتی کشاندن ترامپ دعوت کرده بود، در اظهاراتش گفت شام امروز ما با ادوکات جناب ترامپ در تماس شدیم تا مسئله خود را به دادستان منهتن سپردن او و احضار من بعدش به دادگاه مصلحت کنیم. دادستان درباره پرونده ضد ترامپ تفصیلات دیگر نداد. این مربوط به یکی از چندین تفتیش اعمال ترامپ بوده. سخن درباره سکوتش پول دادن ترامپ به ستاره فیلم‌های شعبانی با تخلص استرومی دانیلز یا استفانی کلیفورد می رود. بر اساس مواد پرونده قبل از انتخابات سال 2012 ترامپ به واسطه ادوکاتش به استرومی دانیلز $130,000 داده است تا که او درباره علاقه جنسی 10 سال از آن پیش آنها در یگان جا حرف نزند. به سر خود این پرداخت ضد قانونی نیست، ولی ترامپ و ادوکاتش این را همچون پرداخت حق خدمت رسانی‌های حقوقی ادوکات حجت کردند. این ساختکاری سندهای حساباتی به شمار می رود و جوابگری جنایی را به دنبال دارد. ادوکات مایکل کوین سال 2018 برای این به 3 سال زندان محکوم شد، ولی به ضد ترامپ که آن وقت پرزیدنت بود یگان عیبنامه رسمی اعلان نشده بود. دانیلز درباره علاقه جنسیش با ترامپ سال 2011 به ژورنالیستان نقل کرده بود، ولی ترامپ علاقه جنسی داشتنش با این ستاره فیلم‌های شعبانی را قطعاً رد می‌کند. ترامپ که در ایالت فلوریدا به سر میبرد طبق قانون باید به دادگاه نیویورک بیاید و دادگاه به احتمال غالب او را به حبس خواهد گرفت. تلویزیون امریکایی CBS با تکیه به ادوکات‌های ترامپ خبر داد که به احتمال غالب ترامپ هفته آینده خود را به دادستانی تسلیم می‌کند. ادوکات ترامپ سیوزن نیچلز به چندین نشریه گفته است که پرزیدنت سابق غالباً روز سه‌شنبه 4 اپریل به دادگاه حاضر می شود. دونالد ترامپ در یک اظهارات به اشاره به نماینده حزب دموکرات بودن دادستان منهتن الوین برگ گفت که او به جای بایدن کارهای سیاه را انجام داده ایستاده است. اما رئیس مجلس نمایندگان کیوین مک‌کارتی جمهوری‌خواه وعده داده است که به ضد دادستان برگ تحقیقات پارلمانتی را شروع می کند. او به جوابگری جنایتی کشیدن ترامپ را انتقام از رقیب سیاسی نامید. ماجرای استرومی دانیلز می تواند به نقشه ترامپ برای اشتراک در انتخابات آینده پرزیدنتی امریکا تاثیر گذارد. بر اساس نظرخواهی هفته پیش در بین اعضای حزب جمهوری‌خواه امریکا انجام داده خبرگزاری رویترز 44% پرسیده شدگان گفتند که اگر به ضد ترامپ پرونده گشایند او باید از شرکت در انتخابات دست بکشد.